یکی از موارد خیلی مهم که ما در صعودهای صخره‌ای باید به مد نظر داشته باشیم استفاده از پوزیشن پاهامون هستش. به این صورت که وقتی من میخوام یه صعود نرم و راحتی رو تجربه بکنم، بهتر اینه که پوزیشن پام جوری باشه که بتونم توی حالتهای مختلف پامو گردش داشته باشه و پام بتونه حول محور خودش تو شرایط مختلف بچرخه. این در صورتی به وجود میاد که من بتونم از نوک کفشم برای صعود استفاده بکنم تا اینکه بخوام از کف کفش یا کناره کفش استفاده بکنم. وقتی من نوک کفشم رو روی گیره قرار میدم، این باعث میشه که من بتونم یک صعود نرم، راحت و مطمئنی رو داشته باشم و به هر سمتی هم که بخوام خیلی راحت بچرخم و بتونم گیره‌های مختلف چه کوچیک چه بزرگی رو برای صعودم تجربه بکنم.